به نام یاد خدا و توانا. سلام بینندای عزیز، خسته نباشین، وقتتان بخیر. با امید از اینکه جور و خوش و خندان باشین. صباحون سحر هستم، شما بیننده یوتیوب چینل چنار افغانستان هستین. دوستای عزیز، قسمی که امروز در تصاویر مشاهده میکنین قرار است نمایشات موتورهای اسپورتی از طریق تیم پولس اجرا شود. بینندای عزیز، هموطنان زیاد ما در اینجا آمده، ما هم میخوایم یک گزارش متفاوت براتون داشته باشیم. پس تا آخر گزارش بیننده ما باشید. بینندای عزیز، قسمی که در تصاویر براتون معلوم میشه و مشاهده میکنین میبینین با چهرهشان آشناستین. شما میشه خود به بینندایتان خودتان معرفی کنین. اولا خود سلام به شما و سلام به تمام بیننده های عزیز. انشالله که تمامتون خوب و صحتمند و سرحال باشین و باز هم شایق کفشانی هستم در خدمت شما. بسیار زیاد تشکر کفشانی صاحب عزیز. امروز چطور گذشت براتون؟ امروز فوق العاده یک روز بود، چون روزی بود که بالاخره جوانهای افغان استعدادهای خود را ثابت می‌کردند که چه یک استعدادهایی دارند و این فوق العاده است که هر روز فدراسیون ورزش افغانستان تشویقشان بکنه و حالا کوچک است و یک وقتی شود که در مسابقات جهانی شرکت بکنن. ان شاء الله. با خودت چیز زیاد لذت بخش بود، از چیز زیاد لذت بردی؟ خب همین که موتورا را قسمی درایو میکردن که واقعا میخواستی تو همون صحنه در بین موتور باشی و خیلی عالی بود و مطمئن هستم اگر در مسابقات خارجی برن دو چند از اینجا زحمت میکشن و بهترین نمایش ها را تقدیم دوستان میکنن. بله، بخیر سلامت باشی شایب جان عزیز. ما که قسم خبر داریم و میفهمیم یگان وقت شاعری میکنی، درست؟ امروز با بینندای ما کدام شعر داری نداری؟ بله، چرا نداشته باشم. زندگی تا هست مثل باد باش، تند باش و تیز باش و شاد باش. زندگی کن تا با فردا زندگی کن باد باش آزاد باش. شهر را برهم بزن ای آشنا، شهر را برهم بزن ای آشنا، خود ولی در ناکجا آباد. زندگی کن زندگی و زندگی کن باد باش آزاد باش. بسیار زیاد تشکر، ممنونت. کدام گفتنی کدام پایاس خاص اگه داری، کدام گفتنی کدام پیام بیننده ما میبینید؟ هیچ وقت امید دانه و زندگی از دست ندین. اگر در یک کار شکست خوردین کار دیگر آغاز بکنین که درش ماهر هستین، چون زندگی زیباست، باید زندگی کنین. بله دقیقاً. بخیر سلامت باشید دوستای عزیز. شما صحبت‌های و شعر مقبول از کفشانی صاحب شنیدین. تا آخر برنامه بیننده ما باشین. ما می‌خوایم همراه هموطنان دیگه ما هم صحبت داشته باشیم. بسیار تشکر. بسیار تشکر. بخیر سلامت باشید.
بیننده عزیز تشکر از همگیتان که تا آخر گزارش تا آخر برنامه بیننده ما بودین. تا برنامه بعد که ما صباحون سحر همراه با کامرمن عزیزم در خدمت شما خوبان قرار میگیرم. بیننده عزیز تک تک شما را به خداوند یکتا و توانا میسپارم، ولی فراموشتان نشه چنار افغانستان امرایتان لایک و سابسکرایب کنید که تا از برنامه های ما خوبتر و خوبتر آگاه شوین. خداوند یار و نگهدار.